کلیپ ویدیویی از آیت الله خامنه‌ای پیرو بعد از اعدام آیت الله نمر ایشون در واقع افاضات و مطالبی ارائه کردند که در این مورد اظهار نظرشون رو میشنویم. ایشون قتل یک انسان عالم و آمر به معروف ناهی از منکر، دارای تعصب دینی، غیرت دینی، این رو انسان به قتل برسانه، شهید کنه، این واقعا جنایت بزرگی است. و اما خطاست به خاطر اینکه این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. بلاش تردیدی نداشته باشند سیاستگزاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی، تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون در میاره. خدای متعال از خون بیگناه نمیگذره. چکرم متخرم. استاد قیمتی، مطالبی از آیت الله خامنه‌ای بود. چرا عربستانی ها شاید گفته بشه، چرا عربستانی ها و دیگر کشورهای اسلامی این قضایا رو به این قضایا احترام نمیگذارن، به خون انسان ها احترام نمیگذارن؟ جناب استاد هاشمی، اجازه بدید بنده خطاب به جناب آیت الله خامنه‌ای عرض کنم. جناب آیت الله خامنه‌ای، لم تقولون ما لا تفعلون. گفتید که قتل انسان عالم واقعا جنایت است. از خود بپرسید چند تا عالم سنی را کشتید؟ چند عالم سنی آمر به معروف و ناهی از منکر را سر بریدید؟ از خود بپرسید آیا این بلایی که الان در ایران بر سر شما داره میاد، از قحطی و از فقر و از ناامنی، آیا این جواب خونهای به نام ریخته نیست که حضرت علی فرمودید این خون دامن اینها را خواهد گرفت و پدرشون را در می‌آورد؟ آیا این خونهای علمای بیگناه دامن شما را نگرفته و پدر شما را در نیاورده؟ بیش از 70 عالم را نکشتید و سر نبریدید؟ بیش از 70 عالم اهل سنت را اعدام کردید، ترور نکردید؟ جواب اینها کی باید بده؟ جناب آیت الله خامنه‌ای، لم تقولون ما لا تفعلون. چرا چیزی میگویید که خود بدان عمل نمی‌کنید؟ چرا چیزی میگویید که خود دستتون تا بازو آلوده بخون این علمای اهل سنت هست؟ علمای آمرین به معروف و ناهی عن منکر بودند، علمایی بودند که هرگز دعوت به تنش نمیدادند، علمایی بودند که همش تعریف از حکومت شما میکردند، علمایی بودند که شما فقط از علم آنها ترسیدید، از فکر آنها ترسیدید و آنها را کشتید. به ناحق منتظر عقاب اون روز باش، هنوز عقاب بهت نرسیده. این را به خود میگفتید. نمرن نمر، آقای نمر باقرن نمر که داشت آشوب میکرد، آمر به معروف نبود، لعنت صحابه میکرد، لعنت ابوبکر و عمر میکرد، لعنت حکام آل سعود میکرد، خلاف دستور ولی امر حرف میزد، مردم را تشویق میکرد بر شورش و بر خروج علیه ولی امر. ولی اون 70 عالمی که شما آنها را اعدام کردید و آنها را ترور کردید، هیچ کدام از آنها دعوت خروج علیه ولی امر کردند، هیچ کدام از آنها دعوت به توطئه نکردند، هیچ کدام از آنها دستور به آدم کشتن و ناامنی ندادند. تمام آنها دعوت به توحید بود، دعوت آنها دعوت به یکتاپرستی بود، دعوت آنها دعوت به وحدت بود به مسلمین و ما تحمل نداشتید. تنگ نظری شما باعث شد که دستور دادید آنها را یکی بعد از دیگری به شکل فجیع مسلح شدند و کشته شدند و ترور شدند و اعدام شدند و الان خود منتظر عواقب خون بیگناهان و این علمای آمرین به معروف و ناهی از منکر باشید. چرا نمر باقرن نمر را آمر به معروف و ناهی از منکر میدانید؟ بیایی ها و صیادها و کاظمی ها و مفتیزادها و ربیعی ها و مظفریان ها و این بزرگانی که شما و این دهواری ها اخیراً را ترور کردید و اینها را علمای فسق میدانید، اینها را علمای شورش میدانید، اینهایی که از شما تمجید میکردن، حتی دست به سلاح نزدن، مخالف شورش بودن، همیشه دستور میدادن برای آرامش و حفظ وحدت، از شما تعریف و تمجید میکردن، از شما از حکومت شما برای برپای وحدت تلاش میکردن، ولی شما تحمل
بودن آنها را نداشتید و آنها را اعدام کردید به تهمت‌های واهی، به تهمت‌هایی که اینها وهابی‌اند و سلفی‌اند. همکنون هم 27 نفر در انتظار اعدام هستند، 27 نفر از جوانان اهل سنت، صرفاً به خاطر عقیده و به خاطر ایدهشون به تهمت سلفیت آنها را دستگیر کرده و آماده اعدام می‌کنید و به زیر چوب اعدام می‌برید. اینها عواقب وخیمی است. جناب آیت الله، یک مشاور و یک دوست خوب برای شما نمونده که شما را نصیحت کند از این وضعیتی که انجام میگیره و از این وحشت و این خونریزی که تازه در ایران بنده عرض میکنم، اون خونهایی که در سوریه به نخ ریخته شد، 300,000 نفر ملت سوریه را به خون کشاندید. آه اینها باید کی شما را بگیرد. منتظر عواقب اینها هم باشید. اگر در دنیا شد در آخرت گریبان شما را خواهد گرفت و از این روز بترسید و باید خواب از چشم شما گرفته شود. این ناامنی که در منطقه به وجود آورده اید عواقب آن را خواهید چشید و عذاب الهی در انتظار تمام ظالمان است.